خدا به یه خونه پول میده، به اون خونه مریضی هم میده. مریضی نده پولم نمیده. تو خونه ای که بابا خیلی خوبه مامان زیاد خوب نیست. تو خونه ای که مامان خوبه بابا خوب نیست. مامان بابا خیلی خوبن بچه شوته. همه اوکی هم مادر شوهر تعطیله. یعنی خدا قشنگ چیده. حسرت هیچ کس رو نکشید. خوشبال به هیچ کس نگید، چون خوشبال هیچ کس نیست. خیالتون راحت. آدمایی که آرزو داشتی تو خونشون بری باشون زندگی کنی، یه مریضی دارن تو خبر نداشتی، رفتی تو اینا اون دوستت بود که میگفتی وای چقدر خوبن، یه مدت باش زندگی کن، یه هفته ازش یه چیزایی میفهمی. خوشبال بهش کس نمیشه. همه نقص داره. هیچ کس همه چیز تمام نیست، یه نقص این وسط هست. همه آدمایی که دور بر میبینی همه نقص دارن، فقط نقصشون پیدا نیست. هیچگاه باطن زندگیت را با ظاهر زندگی دیگران قیاس نکن. قیاس با تلاشیتون کرده. همه انسان ها مشکل دارن بلا استثنا. تمام این جمع مشکل دارید همه، چون خدا گفته.